مطلب سیف‌الدین دوستیف مخصوص برای اعضای اخوان الاسسر، ماشین کبزان در ولایت کولاو. 17 ایون سال 1983 همش از آن سر شد که من به فاکولته فیلولوژی یونیورسیته دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین حجت سپاریدم و چون ابوترنت راهدار در خوابگاه رقم 7 واقع در گیپرزم که به نام خوابگاه اسپرانتان نامور بود مسکونم کردند. تمامی 4 آشیانه را میکافتم و یک نفر نمیافتم که به فاکولته فیلولوژی تاجیک حجت سپاریده باشد. هر روز مانده شده می آمدم و می دیدم که یک جوان بزرگسال در خانه خواب است. از من یک هفته قریب گذشت و من سرسان و سرگردانی همکورسجویی. روز تاج‌الدین فاضلوف نام نفر از ناحیه غرم که در پدکورس میخواند و علاقه داخل شده محسوب میرفت مرا گرفته به خانه خودمان آورد و اون جوان خواب را بیدار کرد و گفت خیز بخه، این هم چون تو به فاکولته فیلولوژی اسناد سپاریده است و کمی توقف کرده خندیده افزود شناس شوید و شهر را چرخ زنید. غلطیده دهر رفتید، قسم میکنید که پایتخت را دیده ایم. خوشبختانه هر سه همراه تاج‌الدین تقا چون بزرگترین همکورسمان بود همه او را تقا میگفتیم داخل شدیم. با بخه، بختیار، امید نورمتوف از همان ساعت عهد برادری بستیم و این رفاقت تا 29 سپتامبر سال 2022 دوام کرد تا ساعتی که برادر من بختیار نورمتوف پلکونیک قشون‌های سرحدی به رحمت حق بپیوست. ضمناً با پدر و مادر بخ نیز همان روزا شناس شدم. عبدالحفیظ نورمتوف مرد با صلابت و بالا بلندی خوش سخنی که دل هر نفر را میافت و نهالبی میرزای و مادر مهربانشان که همین فاکولته ما را سال 1964 ختم کرده بود این دو جفت را در ناحیه واسع همه میشناخت. ناوابسته به گیرودارهای آن زمانه افت و عادت ملی بسیار حیات خوشبختانه و زیایی داشتند. معلم نورمتوف که به سن و سال بزرگتر بودند معلمه را هر سال به کرات و آسایشگاه‌های معروف شوروی می‌بردند. همیشه یک جا بودند و این جفت حتی حسد ما جوانان را می آورد و هوسشان را می خوردیم. هر بار بختیار را خبرگیر می شدند یک جا می آمدند. ماه حتما یک بار می آمدند. این در حالی که پدر و مادر من که ایشانزاده بودند هرگز با هم نمی نشستند و باری هم عیادت من نآمدند. خلاص کلام از روز اول شناسایی من اپای نهالبی را مادر خواندم. این قصه را به من چند روز پیش مامای نهالبی میرزای وی 86 ساله واقعا هم جیان اکادمیک صاحب شهرت ویشتبروف نقل کرد. 8 آگوست سال 1972 معلم گفتند که معلما به مسکو ماشین خری می رویم. دخترچه 1 ساله من را گرفته رفتیم و ماشین بازار مسکو در آمده سر و کلابه ام را گم کردم. اینقدر ماشین و اینقدر آدمان را نخستین بار می دیدم. معلم گفتند معلمه ماشین را خودت انتخاب کن. من هم رفته یک ماشین سیاه گاز 24 والگا را برگزیدم. آن وقت چنین ماشین در تاجیکستان قریب که نبود و بینید که برای خریدن آن تنها معاش معلمین می رسید. ما که 2 نفر کار میکردیم راحت پولمان میرسید. خلاصه صاحب ماشین آمد و دهانمان واز ماند. معلوم شد که این ماشین شخصی یوسف کبزان نرودنی ارتیس SSSR محبوب ترین سراینده تمام مردم شوروی بوده است. ماشین را نرخ کردیم. معلم آنقدر با صلابت پرغرور و ناترس بود که پول در دیپلمات در دستش می ایستاد. حساب و کتاب کرده پول را دادیم. این پر کردن حجت ها معلم نورمتوف آنچنان به کبزان معقول شد که ما را گرفته به خانه اش برد. بسیار مهربان بودند زن و شوهر. زوجش نینل میخائیلونا با سوریا من اونس گرفت. 10 روز ما را جواب ندادند. روز بازگشت باشد ماشین ما را پر از شیرینی و لختک و بازیچه کردند که در تاجیکستان این چیزها خیلی کمچین و دفیسیت بود. خلاص کلام با شوهرم عبدالحفیظ نورمتوف ماشین سیاه والگا گاز 24 یوسف کبزان را خریده به یگان مشکل جمهوری‌های روسیه، اوکراین، زاکاوکازیا، ترکمنستان و ازبکستان را چرخ زده به ولایت کولاو آمدیم. تمام ناحیه‌ها چند ماه از ده و قشلاق‌ها به دیدن این ماشین کبزان می آمد و می آمد. عجب دورانی بود SSSR که ارتیس نامی و معلم عادی دورترین گوشه این کشور برابر حقوق بودند و همدیگر را عزت و حرمت می‌کردند. زنده باد SSSR.